پیش از نکاح نیتو رو نیک، قلبو رو صاف و پاک. در اسلام همه عبادت ها موقتی است. یگونه عبادتی که در اسلام هست که دائمی ابدی هست یک عمره هست، این نکاح هست. نماز نیت دارد، سلام دارد، روزه نیت دارد، افطار دارد، حج نیت دارد، احرام برآمدن است. تمام. یگونه عبادتی که در اسلام هست یک عمره هست که سر تا سر از اول تا آخرش اجر هست، پاداش هست، خیر هست، برکت هست، عزت هست، سعادت هست. انسانایی که خانه رو خوب با دست دندونشون، چی زن چی مرد، خانه و زندگیشون رو با دست دندونشون گرفتن. ببینید 80 ساله از بس خرسند خوشنود خوشحال و سالم زندگی دارد. اونایی که خانه رو خراب کردن، خانه رو یک متمخانه به یک جهنم تبدیل دادن، 40 ساله 50 ساله هست نیست 5 استندش میزنن در قلبش، برای که خانه آرام نیست. خانه آرام، زندگی خوب، یک دیگر فهمی، سالمی هست، خوشبختی هست. حالا بس آیات و حدیث های زیادی وجود دارد. با همین اکتفا میکنم و تکراران باز از دوملو خواهش میکنم که قبل از نکاح، وقتی که شما خو نکاح روبرو، خو نکاح با واسطه، با وکیل، هر دوش موافق شریعت درست است، یعنی باید که پند، اندرز، مسئولیت شوهر، مسئولیت مرد، مسئولیت زن، باید خونه رو چخیل نگه بدارن، باید نسبت مرد چی نیت داشته باشد، مرد نسبت زن چی مسئولیت نیتی داشته باشد. باید در این موضوع خیلی فهماندگی جدی پس نکاح کنید تا اینکه هم اجر و پاداش بگیرید، هم اون اویله سالم و کامیاب و موفق شد. از پروردگار بخت و سعادت و کامیابی و موفقیت دائمی رو برایتون تمنا میکنم. موفق و سالم و بردم و همیشه خوشبخت باشید و همیشه خیرخواه باشید. خوشبخت‌ترین زن و شوهر در زندگی، خیرخواه‌ترین زن و شوهر در زندگی هستند. هر چقدر که مرد نسبت زنش خیرخواه شد، هر چقدر که زن نسبت شوهرش خیرخواه شد، خونهشون به یک جنت و فرزندان صالح و نیک و در زندگی کامیاب و موفق و خوشبخت‌ترین و سعادتمندترین زن و شوهر زندگی میکنن. این آرزو رو برای همه شما از پروردگار با دعا تمنا میکنم. موفق و سربلند باشید.